بوکلیت کتاب مثل یک کارآفرین فکر کن، مانند یک مدیر عمل کن، اثر بیورلی ای جونز. تفکر کارآفرینی، عملکرد مدیریتی. با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه مثل یک کارآفرین فرصت‌ها را دریابید و چگونه مانند یک مدیرعامل به سوی پیشرفت حرکت کنید. شاید شما هم جز آن دسته افرادی باشید که فکر می‌کنند قدرت یا توان لازم برای ساختن شغل رؤیایی خود را ندارند و شاید حتی فکر می‌کنید تغییر کردن یا تغییر دادن شرایط چندان ساده نیست. اما آنچه شما نیازمند آن هستید در کتاب مثل یک کارآفرین فکر کن، مانند یک مدیر عمل کن شرح داده شده است. در گذشته داشتن یک شغل به معنای این بود که باید به مدت چندین سال برای یک کارفرما کار کنید و آهسته و پیوسته به مدارج بالاتر برسید. اما حالا زمانه تغییر کرده است. مشاغل مدرن غیر قابل پیش بینی هستند و بسیاری از ما در طول زندگی خود تجربه کار کردن در موقعیت‌های شغلی گوناگونی را خواهیم داشت. این بدان معناست که کسب توانایی گذار از این تغییرات و مدیریت آنها به همراه انعطاف پذیری و سازگاری بیش از همیشه مهم است. برخی از افراد در این مهارت‌ها استعداد دارند، اما در هر حال یادگیری آنها به عهده ماست. کسانی که چنین مهارت‌هایی را بیاموزند معمولاً در نهایت به یک طرز فکر بسیار خاص و ویژه دست می‌یابند. آنها مانند یک کارآفرین فکر می‌کنند، به دنبال فرصت‌های جدید و ارائه ایده‌های جدید هستند و مانند یک مدیر عمل می‌کنند. مسئولیت‌های مختلف را بر عهده می‌گیرند، از پیش برنامه‌ریزی می‌کنند و در ارزش‌های اصلی خود ثابت قدم باقی می‌مانند. بیورلی ای جونز نویسنده این کتاب میگوید مشاهدات من از هزاران نفر از کارمندان انعطاف پذیر و مترقی نشان میدهد بیشتر آنها صرف نظر از اینکه چه شغلی دارند ذهنیت کارآفرینانه دارند. به این معنی که آنها کنجکاو و گشاده‌رو هستند و در تشخیص روندها و تبدیلشان به فرصت مهارت دارند. آنها در برابر فرو رفتن به حالت تدافعی یا گرفتار شدن در گذشته مقاومت می کنند. در عوض هر چالشی را که پیش می آید مدیریت می کنند و سپس به سرعت روی آینده متمرکز می شوند. آنها به یادگیری و ساخت شبکه‌های ارتباطی خود ادامه می دهند و پذیرای ایده‌های جدید هستند. در موقعیت‌های پرفراز و نشیب چابک و هوشیار عمل می‌کنند و می‌خواهند همواره مهارت‌های فنی، ارتباطی و مدیریتی خود را افزایش دهند. علاوه بر این چنین کارمندانی در طولانی مدت مانند مدیران ارشد باهوش عمل می‌کنند. آنها به سرعت مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرند و همیشه در حال برنامه‌ریزی هستند. آنها دیگران را تشویق می‌کنند، صادقانه همکارانشان را تحسین می‌کنند و وقتی مشکلی پیش می‌آید به سرعت به حل مسئله می‌پردازند. این افراد نظام ارزشی خود را به خوبی می‌شناسند و در همان چارچوب عمل می‌کنند. آنها شنوای صحبت‌های دیگران هستند و موفقیت دیگران برایشان خوشحال کننده است. این کتاب یک راهنمای عملی است که به شما کمک می‌کند در محیط کارتان هوشمندانه‌تر و زیرکانه‌تر عمل کنید. در این کتاب خواهید آموخت که چگونه با غلبه بر موقعیت‌های دشواری که در اکثر حرفه‌ها رایج هستند در شغلتان پیشرفت کنید و فرصت‌ها را به چنگ آورید. در خلاصه کتاب مثل یک کارآفرین فکر کن، مانند یک مدیر عمل کن یاد خواهیم گرفت که چگونه با چالش‌های محل کار مواجه شویم، چگونه در صورت لزوم با تغییرات محیط اطرافتان همراه شوید و به راحتی انعطاف پذیر باشید، چگونه یک برنامه کاری منظم داشته باشید و تغییرات را پیش بینی کنید. بیورلی ای جونز 50 نکته طلایی را برای پرورش هر دو سبک فکری ارائه می‌دهد. ما در این خلاصه کتاب برخی از این نکته ها را با تمرکز بر یادگیری مدیریت نقاط بحرانی حرفه‌ای و تغییرات شغلی ارائه خواهیم کرد. در این بوکلایت بوکاپو به این پرسش ها پاسخ داده می شود. چرا باید از روز اول کاری برنامه ریزی داشته باشید؟
چرا باید وقتی می‌خواهید محل کار خود را برای همیشه ترک کنید به بهترین شکل ممکن رفتار کنید؟ چرا نپذیرفتن تحسین و تمجید دیگران به معنای از دست دادن فرصت هاست؟ بوکلت شماره 1. برای داشتن شروعی پرقدرت در شغل جدید برنامه‌ریزی کنید. اگرچه هر شروع دوباره‌ای موجی از شور و هیجان را به دنبال دارد، اما یک شروع پرقدرت به چیزی بیش از شور و اشتیاق یا مثبت اندیشی نیاز دارد. چیزی که نویسنده کتاب آن را به سختی آموخت. 30 سال پیش اولین روز حضور او در یک شرکت حقوقی در واشنگتن با استقبال به شدت سردی همراه بود. حتی یکی از کارمندان ارشد به او گفت که نمی‌داند چرا مدیرانش او را استخدام کردند. همکارش به او گفت که باید توانایی‌های خودش را اثبات کند تا بتواند در شرکت کار کند. جونز اولین روز کاری خود را بدون هیچ کاری سپری کرد. هیچ کس به او پیشنهاد همکاری نداد و او خودش هم هیچ برنامه و ایده‌ای نداشت که بتواند اوضاع را مدیریت کند. اما اوضاع به سرعت بهتر شد و این تا حدی به این دلیل بود که او بلافاصله از فاجعه روز اول درس مهمی را آموخت. هیچ کس دیگری قرار نبود او را به موفقیت برساند و او باید خودش این کار را انجام میداد. از روز دوم به بعد او از قبل برنامه‌ریزی می‌کرد تا راه‌هایی برای مشغول نگه داشتن خودش و مدیریت مشتریان پیدا کند و سعی می‌کرد تا حد ممکن همکارانش را از توانایی‌های خود و کارهایی که می‌توانست انجام دهد آگاه سازد. این روزها کارفرماها وقتی کارمندی را برای یک شغل جدید استخدام می‌کنند، برای او فرصت معاشرت سازمانی را فراهم می‌آورند. معاشرت سازمانی به این معناست که مدیران اجازه می‌دهند کارمندان جدید با طی کردن مراحل آموزشی و ارتباط با کارمندان ارشد مهارت‌های جدید مورد نیاز برای شغل جدیدشان را بیاموزند. اما با وجود این هم داشتن یک برنامه شخصی برای موفقیت شغلی همچنان بسیار مهم است و در ادامه به چند نکته اشاره خواهیم کرد که در این مسیر به شما کمک می‌کند. سعی کنید بفهمید مدیرتان از شما چه انتظاراتی دارد. به برنامه‌ریزی و زمانبندی‌های مدیرتان، نحوه برقراری ارتباطش با سایر کارمندان و آنچه برای راضی نگه داشتن مدیران بالادستی نیاز دارد توجه داشته باشید. توجه کنید که او معمولاً چگونه اطلاعات و گزارش‌ها را با زیردستانش و مدیران مافوقش به اشتراک می‌گذارد. انتظار نداشته باشید همه این جزئیات و ریزه‌کاری‌ها به شما گفته شود. با گذشت زمان و آشنا شدن با محیط و جا افتادن در موقعیت جدیدتان، اهداف واقع بینانه ای را برای خود تعیین کنید که بتوانید در کوتاه مدت برای رسیدن به آنها تلاش کنید. اولویت بندی و دستیابی به اهداف به شما کمک می کند تا در مسیر درست قدم بردارید. در فهرست اهداف و برنامه‌هایتان می توانید موارد مهم و دارای اولویت بالا را قرار دهید، اما موارد کوچک و قابل دستیابی مانند برنامه‌ریزی جلسات معارفه با همکاران جدید نیز می تواند در این لیست گنجانده شود. برای 4 تا 6 هفته حد اکثر تلاش خود را به کار گیرید و تمرکز فوق‌العاده‌ای برای شروع شغل جدید خود داشته باشید. قرارها و برنامه‌های فرعی را موقتاً کنار بگذارید تا روی کار تمرکز کنید. نگران نباشید. این روند قرار نیست تا ابد ادامه پیدا کند و نیازی هم نیست که این گونه باشد. برای بازگشت به زندگی عادی‌تر یک ضرب‌الاجل تعیین کنید و آن موقع از تلاش سخت و جدی که انجام داده اید بسیار راضی خواهید بود. چنین تلاشی یک سرمایه‌گذاری ارزشمند است. به احتمال زیاد گذران این مرحله چندان آسان نیست، اما به عنوان مدیر حرفه‌ای خودتان زمینه‌سازی برای موفقیت آینده بسیار مهم است. در همین حال که برای تطبیق با یک محیط جدید و ناآشنا تلاش می‌کنید، مراقب استرس خود نیز باشید. مسئولیت مدیریت این امر را بر عهده بگیرید و مطمئن باشید که برای رسیدن به یک برنامه متناسب خونسرد و پر انرژی باقی بمانید. تنها کسی که میتواند سلامت جسمی و روانی شما را حفظ کند و باعث شود بهترین عملکرد را داشته باشید خود شما هستید. بوکلت شماره 2. حتی در سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ نیز داشتن ذهنیت کارآفرینی بسیار ارزشمند است.
هنگامی که جونز در اولین شرکت حقوقی خود شروع به کار کرد، متوجه شد وکلای موفق کسانی هستند که مشتریان خود را پرورش می‌دادند و خودشان مشتریانشان را پیدا می‌کردند. در واقع مانند کارآفرینان در شرکت‌های بزرگتر رفتار می‌کردند. جونز یاد گرفت که او هم باید برای رسیدن به موفقیت همین رویه را در پیش بگیرد که به معنای بازاریابی برای خودش هم بود. او خودش را با انجام ساعتها کار حقوقی مشغول کرد و در عین حال به سود نهایی قرارداد نیز توجه داشت تا مطمئن شود به ازای هزینه‌ای که شرکت برای استخدام او می‌پردازد، او توانسته از سود کافی را برای آنها فراهم کند. جونز با گذشت زمان متوجه شد که هر سازمان بزرگ مجموعه‌ای از سازمان‌های کوچک است و این سازمان‌های کوچک زمانی رشد می‌کنند که کارمندان ذهنیت کارآفرینی را در خودشان شکل داده و پرورش دهند. حتی برای اشاره به کسانی که این کار را انجام می‌دهند و چنین ذهنیتی دارند، یک واژه وجود دارد: کارآفرین سازمانی. کارآفرین سازمانی کسی است که چه از او بخواهند و چه نخواهند، با رسیدگی به کارهایی که باید انجام شود، ابتکار عمل را در دست می‌گیرد. کارآفرینان سازمانی باید دست به کار شوند تا ایده‌های اولیه را پیگیری و بررسی کنند و سعی کنند این ایده‌های خام را به محصولات یا طرح‌های سودآور و اصلاح شده تبدیل نمایند. هر کسی می‌تواند ذهنیت کارآفرینانه را در خود ایجاد کند و شروع اشتیاقی تازه را در رگ‌های شغل فعلیش جاری سازد. برای انجام این کار و رسیدن به چنین ذهنیتی، این گام‌ها را دنبال کنید. هدف اصلی خود را بشناسید. ابتدا مطمئن شوید که هدف کلی و اصلی سازمانی که در آن کار می‌کنید را درک کرده اید. این امر بسیار مهم است، چرا که کارآفرین سازمانی باید اهداف خود را تعیین کند، برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی داشته باشد و تمام این کارها هم باید با استراتژی‌های جمعی مطابق باشد. اصول پایه‌ای کسب و کارتان را درک کنید. همین موضوع در مورد مسائل اجرایی نیز صادق است. شما باید از کارکردهای اصلی کسب و کارتان درک درستی داشته باشید و نحوه عملکرد آنها در محیط کارتان را به درستی مجسم کنید. برای مثال باید به خوبی بدانید که بخش بازاریابی و فروش دقیقاً چه نقشه‌ای بر عهده دارند و بخش منابع انسانی و روابط عمومی چگونه با یکدیگر مرتبط هستند. برای مشتری متمرکز شوید. تمرکز خود را روی کسانی قرار دهید که برایشان کار می‌کنید، یعنی همان مشتریانتان. در واقع مشتریان شما افرادی هستند که محصولات شما را خریداری می‌کنند. همچنین افرادی مانند رئیس یا همکارانتان که برای انجام وظایف خودشان به کار شما متکی هستند هم مشتری شما محسوب می‌شوند. این افراد چه می‌خواهند و چه نیازهایی دارند؟ آنها چطور فکر می‌کنند؟ شکست را تمرین کنید. در نهایت باید با یکی از دوستان نزدیک و صمیمی کارآفرین‌ها یعنی شکست خوب بگیرید. کارآفرینان موفق به درس گرفتن از شکست‌هایشان عادت کردند. به این معنی که ترس از شکست هرگز باعث نمی‌شود خود را از شانس مجدد برای رسیدن به اهدافشان و نوآوری‌های جدید محروم کنند. برای غلبه بر ترس از شکست به دنبال موقعیت‌هایی باشید که هیچ تضمینی برای موفقیت شما در آن موقعیت‌ها وجود ندارد. برای مثال اگر در موسیقی افتضاح هستید، می توانید در یک کلاس موسیقی ثبت نام کنید. خودتان را در فعالیتی که از آن واهمه دارید غرق کنید. از دستاورد خودتان لذت ببرید و آن وقت متوجه می شوید که برتری نداشتن چندان هم ترسناک نیست. مثبت اندیشی را انتخاب کنید. یافته‌های علمی نشان می‌دهند افراد می‌توانند یاد بگیرند که خوشبین‌تر و مثبت اندیش‌تر باشند. برای شروع به صحبت‌هایتان توجه کنید، از جمله چیزهایی که در سرتان می‌گذرد و صحبت‌هایی که مخاطبشان خودتان هستید. اگر دائما در حال غر زدن هستید، احساس پشیمانی می‌کنید و خودتان را به سوی افسردگی سوق می‌دهید، دچار افکار منفی شده اید که باید هرچه سریعتر رهایشان کنید. بوکلایت شماره 3. طرد شدن کاملا طبیعی است. آن را بپذیرید و با آن مواجه شوید. پذیرفته نشدن برای افرادی که در جستجوی موفقیت و طالب کمال هستند همانند یک اصل و آیین است و با این حال اکثر ما هنوز با آن دست و پنجه نرم می کنیم و نمی توانیم به راحتی با آن کنار بیاییم. پاول
یکی از مشتریان جونز را در نظر بگیرید. او علیرغم شایستگی‌های بسیار و کارایی حرفه‌ای بالا در شغل رؤیایی خودش پذیرفته نشد. او می‌دانست که در مقایسه با رقیب اصلیش عملکرد خوبی داشته است و تا حدی از پذیرفته شدنش مطمئن بود. پاول به جونز گفته بود وقتی متوجه شده که برای این موقعیت شغلی پذیرفته نشده است، به شدت مایوس و ناامید شده و علاوه بر این از اینکه تا این حد احساس یأس و ناامیدی می‌کند هم عصبانی است. پاول فکر می‌کرد این احساسات نه تنها ناخوشایند هستند، بلکه راه صحیحی هم برای مقابله با پذیرفته نشدن نیستند. برخی از نکاتی که به پاول کمک کرد عبارتند از اینکه ناراحت، ناامید یا عصبانی هستید خجالت نکشید. رنجی که دچار آن شده اید کاملا طبیعی است. در طول تاریخ همه افراد موفق بارها و بارها با این طرد شدگی مواجه شدند و شما اولین و آخرین نفری نیستید که در این موقعیت قرار میگیرید. همه این افراد هم دچار غم و اندوه شدند و تجربه احساساتی مانند ناامیدی و سرخوردگی کاملا طبیعی است. سعی کنید از طریق نوشتن نگاه دقیق‌تری به احساسات خود داشته باشید. پاول این تکنیک را به کار برد و سعی کرد احساساتی را که تجربه می کند بر روی کاغذ بیاورد و آنها را دقیقاً توصیف کند. او توانست با نگاهی دقیق به رنجی که متحمل شده بود از احساسات ناخوشایندش فاصله بگیرد. سعی کنید دقیقاً بدانید چه چیزی را از دست داده اید. وقتی از یک موقعیت شغلی کنار گذاشته می شوید، بخشی از ناراحتی شما به این دلیل است که فکر می کنید فرصتی که همیشه در جستجوی آن بوده اید را از دست داده اید. برخی دیگر نیز نفس آن موقعیت شغلی برایشان مهم نیست، بلکه احساس می کنند در یک مسابقه بازنده شدند. هرچقدر بیشتر دلیل واقعی ناامیدی خود را درک کنید، بهتر می توانید با آن مواجهه داشته باشید و اهداف بعدی خود را مشخص نمایید. یکی دیگر از روش‌هایی که با استفاده از نوشتن می تواند به کنار آمدن با پذیرفته نشدن کمک کند، داشتن یک دفتر شکرگزاری است که به کاهش افکار منفی کمک می کند. اگر تنها چند دقیقه در روز را به نوشتن چیزهایی که بابت آنها شکرگزار هستید اختصاص دهید، می توانید تأثیر شگفت‌انگیز آن را احساس کنید. یکی از اثرات مثبت این کار کاهش نگرانی هاست. در واقع احساس قدردانی فعالیت بخشی از مغز که مرتبط با اضطراب است را کاهش می دهد. در نهایت حفظ حالتی خوشایند در چهره و رفتار مؤدبانه هر دو می توانند باعث شوند در آینده درهای جدیدی به روی شما گشوده شود. صادقانه صحبت کردن پاول راجع به ناامیدیش به او کمک کرد و توانست با افرادی مانند نامزدش و دوستانش که حامی او بودند گفتگو کند. اما حفظ یک رفتار حرفه‌ای و مناسب با بقیه دنیا هم به همان اندازه مهم بود. پاول علیرغم اینکه واقعا ناامید بود، از افرادی که در فرایند استخدامش نقش داشتند تشکر کرد. بعدها یکی از همین افراد با پاول تماس گرفت و شغلی را به او پیشنهاد داد که از موقعیتی که از دستش داده بود به مراتب بهتر بود. این رفتار حرفه‌ای بعدها به سود او تمام شد. تصمیمات پاول به او کمک کرد انعطاف پذیرتر باشد و در یک شکست سخت راهی رو به جلو پیدا کند. او در این موقعیت دقیقاً مانند یک مدیر عمل کرد، به این معنی که مسئولیت شکست خود را کاملا پذیرفت. این کار به او کمک کرد تا نه تنها از موقعیت دشوار خود گذر کند، بلکه توانست توانایی خود را برای مقابله با چالش‌های مشابه در آینده افزایش دهد. بوکلیت شماره 4: داشتن ساختار ذهنی مدیریتی در بحبوحه تغییرات دائمی باعث ثبات و پایداری شما می شود. وقتی همه چیز پیرامون ما در حال تغییر است، ساختن هر چیزی از جمله موقعیت‌های شغلی دشوار است. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم تغییر اتفاق می‌افتد و ادغام، فروش مالکیت، به دست آوردن چیزهای جدید یا نابودی کسب و کار همه بخشی از چشمانداز دنیای حرفه‌ای هستند. یکی از شاگردان جونز به نام آندریا در بقا و شکوفایی در برهه‌های بی‌ثباتی متبحر است و برخی توصیه‌های او می‌تواند در هنگام بروز تغییرات چشمگیر و سهمگین شما را از نابودی نجات دهد.
اهداف سازمان و محیط کاری خود را بشناسید. آندریا همیشه برای تغییر آماده است، چرا که مانند یک مدیر عامل فکر می کند. این بدان معناست که او بر روی هدف نهایی متمرکز شده است و تلاش می کند حرفه خود و عواملی که بر آن تأثیر می گذارند را به خوبی درک کند. این موضوع به این معنی است که آندریا با دقت تحولات بازاری که در آن کار می کند را رصد می کند، قوانین و چارچوب‌های نظارتی حوزه کاری خود را می‌داند و از تغییرات محیط سیاسی و نوآوری‌های پیش رو به خوبی اطلاع دارد. دانستن همه اینها به آندریا کمک می‌کند تا تغییراتی را که در راه هستند ببیند و خود را برای فرارسیدن آن تغییرات آماده کند. تغییرات فقط برای شما اتفاق نمی‌افتد. تغییرات سازمانی مانند یک طوفان سیل‌آسا هستند. وقتی چنین طوفانی رخ دهد، آب به همه جا نفوذ خواهد کرد و کسی در امان نخواهد بود. در نظر داشتن هدف نهایی مانع از افکار منفی و غیر منطقی می شود. در واقع باعث می شود آندریا فکر نکند تغییرات فقط برای او و در حوزه کاری او رخ می دهد، بلکه می داند تغییرات گذرا و غیر شخصی هستند. این بدان معناست که به جای زانوی غم بغل گرفتن و غرولند کردن، او میتواند بر رویارویی با وضعیت موجود متمرکز شود. ثبات را در جاهای دیگر بیابید. زمانی که در دیگر ابعاد زندگی خود در خارج از محل کار نیز ثبات را برقرار کرده باشید، پا بر جا ماندن در بحبوحه تغییرات آسان‌تر است. آندریا با ایجاد توازن در برنامه کاری شلوغ خود، فعالیت در کلیسای محله و ارتباط با دوستان، خانواده و مربیان سعی می‌کند این ثبات را برقرار کند. فشار مالی را کاهش دهید. آندریا برای حفظ تعادل و ثبات سعی می‌کند از فشارهای مالی تا حد ممکن اجتناب کند، چرا که فشار مالی باعث می‌شود از دست دادن شغل برای او تبدیل به یک فاجعه شود. اگر بخواهید در این مورد مانند آندریا عمل کنید، باید در مورد مخارج کلان مانند خرید یک خانه بزرگ خوب فکر کنید. همچنین می توانید راههایی برای درآمد بیشتر پیدا کنید. مثلا به دنبال یک کار پاره وقت باشید یا مشاوره بدهید و از این طریق فشار مالی را کاهش دهید. پس‌انداز کردن برای روز مبادا نیز می تواند تأثیر مشابهی داشته باشد و خیالتان را از داشتن یک پشتوانه مالی راحت می کند. داشتن یک شغل جانبی مزیت دیگری نیز دارد. جونز معتقد است کسانی که کار دیگری را در کنار کار اصلیشان شروع می کنند، اغلب شغل اصلی را با انرژی و اشتیاق بیشتری ادامه می دهند. برای بهبود توانایی تفکر کارآفرینی چه راهی بهتر از شروع کسب و کار خودتان؟ به خود مراقبتی توجه کنید. بیایید با یکدیگر رو راست باشیم. تغییر فرایندی فرسایشی است. زمانی که به نظر می رسد همه چیز در حال دیگرگونی است، حفظ ثبات و آرامش نیازمند صرف انرژی بسیار است. در چنین شرایطی شما باید انرژی خود را حفظ کنید و از سلامت جسمانی و روانی خود غافل نشوید. آندریا قهرمان ورزشی نیست، اما ورزش جزئی از روتین روزانه اوست و همیشه مراقب است که حتی در شرایط سخت خواب کافی و تغذیه مناسب داشته باشد. بوکلیت شماره 5. تعریف و تمجید هم برای گوینده و هم برای مخاطب مفید است، پس از آن غافل نشوید. اگر بخواهیم واقع بینانه به این مسئله نگاه کنیم، وقتی کسی از ما تعریف می کند، پاسخگویی به آن تحسین ها واقعا دشوار است. جون زمانی فکر میکرد فروتنی و تواضع به خرج دادن پاسخ درست و مؤدبانه در برابر تعریف و تمجید است. او به عنوان یک متخصص جوان وقتی کسی کارش را تحسین میکرد، سعی میکرد آن کار را کم اهمیت جلوه دهد و میگفت چیز خاصی نبوده است یا سزاوار این تعریف ها نیست و دیگران از او لایق ترند. اما فروتنی بیش از حد و رد کردن این تمجیدها میتواند دستاوردهای شما را بی ارزش جلوه دهد. مثلا زمانی که از روی تواضع میگویید چندان هم مهم نیست، کار خاصی نکردم، ممکن است شخص مقابلتان کاملا حرفتان را باور کند و در مورد ارزش کاری که انجام داده اید به شک بیفتد و دوباره آن را ارزیابی کند. به علاوه این نوع برخورد هر دوی شما را از یک فرصت محروم می کند. در هر صورت تعریف و تمجید چیزی فراتر از یک ارزیابی مثبت است و حتی می تواند لحظه‌ای لذت بخش باشد که باعث می شود هر دو نفر احساس خوبی داشته باشند.
بنابراین به احتمال زیاد فردی که با به زبان آوردن یک تعریف به شما نزدیک می شود نسبت به شما و کارتان احساس مثبتی داشته است. با رد ستایشان فرد به جای تقویت حس و حال خوب او به اصطلاح ذوقش را کور می کنید. افزون بر این موارد وقتی تحسینی را رد می کنید از مزایای آن هم بی بهره می شوید، چرا که این تحسین ها برای مغز یک پاداش خوشایند محسوب می شوند. حتی تحقیقات نشان می دهد اگر این پاداش را بپذیرید عملکردتان بسیار بهتر می شود. بازخورد دادن و گفتن و تعریف و تمجید صادقانه برای برقراری یک ارتباط حرفه‌ای اصلی حیاتی در تفکر کارآفرینانه است، چرا که باعث می شود زمانی که عملکرد مستقل خود را دارید احساس انزوا نداشته باشید. بنابراین هر چیز مثبتی که این ارتباط و این بازخوردها برای شما به ارمغان می‌آورند را با آغوش باز بپذیرید. خبر خوب این که به راحتی و طی 5 گام ضروری می‌توانیم بیاموزیم که چگونه به تعاریف و تمجیدها پاسخی مؤدبانه بدهیم و در عین حال از پذیرش آنها نیز اجتناب نکنیم. در گام اول باید تعریف و تمجید را بپذیرید، حتی اگر به نظر سخت میرسد و احساس میکنید سزاوار آن نیستید. با گفتن متشکرم شروع کنید. سپس رضایت خود را از کار و تعریفی که از شما شده است نشان دهید. ادامه دادن لحظه خوشایندی که با گفتن متشکرم شروع شده است بی‌ادبی و گستاخی نیست. هیچ اشکالی ندارد اگر بگویید از نتایج نهایی کارتان راضی هستید. برای مثال می توانید بگویید به دستاورد کارتان افتخار می کنید. البته باید به یاد داشته باشید که وقتی به خودتان و نتیجه کارتان افتخار می کنید دیگران را نیز باید در آن افتخار شریک کنید. فراموش نکنید از کسانی که در انجام کارها و حصول نتیجه نهایی کمک کرده اند تعریف کنید و قدردان آنها باشید. اگر نتیجه نهایی حاصل یک کار گروهی بوده است حتما به این موضوع اشاره کنید. اگر طرف مقابلتان نیز اقدامی در خور تحسین انجام داده است متقابلا از او تعریف کنید. البته بهتر است که این تعریف واقعی و صادقانه باشد. ستایش ساختگی به درد هیچ کس نمیخورد. اما اگر فردی که از شما تعریف می کند در موفقیت شما نقش داشته است از ذکر این موضوع غافل نشوید. وقتی تعریف و تمجید متقابل هم انجام شد دیگر فرآیند تعریف کردن را طولانی نکنید. اگر تعریف و تمجیدها از حد گذشت و کم کم ناراحت کننده شد هیچ اشکالی ندارد که با ملایمت به این روند خاتمه دهید. مثلا بگویید در شرف سرخ شدن هستم و سراغ موضوع دیگری بروید. بوکلایت شماره 6: چگونه بار دیگر شغلتان را دوست داشته باشید. کری هانان، نویسنده موفقی که پیشگفتار این کتاب به قلم اوست، نویسنده حرفه‌ای در حوزه کسب و کار است. در 2 دهه گذشته او به عنوان نویسنده، ستون نویس و ویراستار برای رسانه‌های برجسته‌ای از جمله نیویورک تایمز و فوربس در حوزه اخبار تجارت و امور مالی کار کرده است. کری در کتاب خود با عنوان شغل خود را دوست داشته باش قوانینی جدید برای داشتن شادی شغلی راهکارهایی را ارائه داده است که بار دیگر عاشق شغلتان شوید. در اینجا به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم. با نوشتن آغاز کنید. سعی کنید 1 هفته هر روز و هر بار به مدت 20 دقیقه برای نوشتن وقت بگذارید. خودتان را رها کنید و در مورد آنچه دوست دارید در شغل رؤیایی خود به دست بیاورید بنویسید. حتی می توانید با افرادی که در محل کارشان خوشحال به نظر می رسند صحبت کنید و از آنها بپرسید کدام ویژگی شغلشان باعث شده از آن راضی باشند. فرسودگی شغلی را بشناسید. گاهی اوقات شما احساس بدی دارید اما مشکل واقعا این نیست که از شغل خود متنفر هستید. در واقع شاید بیش از حد خسته شده اید. ممکن است فرسودگی شغلی را به صورت خستگی فیزیکی، عاطفی یا ذهنی به همراه شک و تردید نسبت به خودتان و عدم اطمینان در مورد ارزش کارتان تجربه کنید. اگر احساس خستگی می کنید باید یک راه حل مناسب در ارتباط با خودتان پیدا کنید. مثلا یک تعطیلات چند روزه یا یک سری استراحت‌های کوتاه‌تر را در نظر بگیرید و از خود مراقبتی غافل نشوید. غر زدن ممنوع. دست از شکایت بردارید. به گفته کری ناله کردن و غرولند کردن در مورد رئیس و همکاران راحت ترین کاری است که هر کسی می تواند انجام دهد.
اما تا به حال دیده نشده منجر به بهتر شدن اوضاع شود. توصیه او بسیار شفاف است: یا کاری بکن یا عبور کن و بگذر. گاهی اوقات تا زمانی که حرف زدن را متوقف نکنید نمیتوانید پیشرفت کنید. پیشنهاد کری این است که روی دفترچه خود متمرکز شوید و به دنبال چیزهایی باشید که میتوانید تغییر دهید. وضعیت مالی خود را سامان دهید. متخصصان منابع انسانی میگویند چالش‌های مالی شخصی یکی از مهمترین دلایل استرس کارکنان وضعیت سلامتی نامناسب و بهره‌وری پایین است. اگر به خاطر دغدغه‌های مالی یک شب خوابتان نبرد، به کیفیت کارتان آسیب میرسد. از سوی دیگر کری میگوید حفظ موقعیت مالی مناسب به شما آزادی انتخاب میدهد، زیرا شما مجبور نیستید به خاطر پاس شدن چکتان به دیگران رو بزنید و به آنها باج بدهید. شغل خود را غنی کنید. کری میگوید که به وجود آوردن چند تغییر کوچک در شغل فعلیتان میتواند به جذابتر شدن و پرفرصت تر شدن آن کمک کند. برای شروع از روندهای بروز و جدید حوزه خود مطلع باشید. تنها بیشتر دانستن میتواند به شما انگیزه دهد که به پروژه ها و وظایفتان فکر کنید. به علاوه میتوانید راههایی برای انجام کارهای بیشتر پیدا کنید و در عین حال به دنبال انجام وظایف دیگر باشید. یکی دیگر از استراتژی‌های ارتقاء شغل شبکه سازی فعالتر با همکاران است. با افرادی که به خوبی نمیشناسید تماس بگیرید، به چشمان همکاران خود نگاه کنید، فرصت‌هایی برای لبخند زدن و گپ زدن پیدا کنید و به ایجاد ارتباطات جدید ادامه دهید. ترفندها و مهارت‌های جدید یاد بگیرید. کری میگوید اگر احساس می‌کنید در کارتان درجا می‌زنید و نمی‌دانید در مرحله بعد باید چه کاری انجام دهید، سلول‌های مغزتان را شارژ کنید. حتی اگر دقیقاً نمی‌دانید به دنبال چه موضوعی هستید، در اینترنت و کتابخانه‌ها به دنبال مطالب مرتبط بگردید و مهارت جدیدی بیاموزید. بوکلت شماره 7. اصل دانه شکر به شما کمک می‌کند تا به تدریج شغلتان را تغییر دهید. جونز در نوجوانی یک چایخور حرفه‌ای بود و همیشه هم شکر زیادی در چای می‌ریخت. او می‌دانست که این کار یک عادت غذایی ناسالم است، اما نوشیدن چای بدون آن همه شیرینی غیر ممکن به نظر می‌رسید. روزی به ذهنش رسید که برای شروع تنها چند دانه شکر از قاشق پر از شکرش بردارد. او در روزهای بعد به این روند ادامه داد و هر روز مقداری شکر از قاشقش کم کرد. در نهایت یک روند تدریجی در یک سال مصرف شکر را به حدی کاهش داد که می توانست فنجان چای خود را بدون شکر بنوشد. اصل تغییر تدریجی دانه شکر از آن زمان به جونز کمک کرده است تا به چیزهای مختلفی دست یابد و در نهایت او از این اصل در یک فرآیند 5 مرحله‌ای برای تغییر تدریجی شغل استفاده کرد. در قدم اول شغلی که دوست دارید را تجسم کنید. درست همانطور که جونز نوشیدن چای بدون شکر را تصور کرد. چیزهایی که دوست دارید در آینده حرفه‌ای خود به آنها دست پیدا کنید را فهرست کنید و از برشمردن مزایا و معایب کاری که در حال حاضر انجام می‌دهید نیز غافل نشوید. در مرحله بعد اهداف کلی و در دسترسی را که شما را به لیست آرزوهایتان نزدیکتر می‌کند مشخص کنید. مواردی مانند مدیریت بهتر استرس یا افزایش مهارت تخصصی. برای شروع داشتن 3 هدف کلی مناسب و واقع بینانه است. سعی کنید برای هر هدف به چند دانه شکر فکر کنید. موارد کوچکی که شما را به مسیر درست هدایت می‌کند. هر یک از این دانه‌های شکر را یک مرحله به حساب نیاورید. منظور ما این نیست که هر یک از این دانه‌ها مراحلی در امتداد یک مسیر مستقیم هستند، بلکه اقداماتی هستند که به شما کمک می‌کنند فعال باشید و حرکت کنید. یک دانه شکر اغلب به دانه دیگر منتهی می‌شود. بنابراین با ذهنی باز با آن برخورد کنید. اگر اولین دانه شرکت در یک کنفرانس و ملاقات با فردی مؤثر و الهام بخش است، شاید دانه بعدی برقراری تماس با آن شخص باشد. مرحله 4 تنظیم سرعت است. با دانستن اینکه می‌خواهید چه کاری انجام دهید و چه هدفی دارید، می‌توانید متوجه شوید که سرعت حرکتتان باید چقدر باشد. اگر برای رسیدن به هدفتان محدودیت زمانی وجود ندارد، پس عجله‌ای در کار نیست و یک دانه شکر در هفته کافی است.
آنچه مهم است این است که یک سرعت مشخص را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید. این روند در نهایت نتیجه بخش خواهد بود، زیرا شما متعهد به حفظ یک سرعت پیوسته و ثابت هستید. یک مهارت جدید یاد بگیرید. شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌های مختلف برای یادگیری مهارت‌های جدید و گسترش افق دید شما بسیار مؤثر است. وقتی درگیر یادگیری شوید، خواهید توانست کارهای روتین خود را از زاویه‌ای دیگر ببینید و بهتر انجامشان دهید و در واقع خلاق‌تر نیز خواهید شد. به علاوه گواهینامه‌هایی که از شرکت در این دوره‌ها دریافت خواهید کرد، مهر تأییدی است بر متبحر بودن شما و این باعث خواهد شد که در تغییر شغل خود موفق‌تر باشید. در نهایت این فرآیند را ثبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند سیر پیشرفت خود را مشخص کنید و احتمالاً متوجه خواهید شد که بررسی آنچه ثبت کرده اید بینش‌های جدید و ایده‌های جدیدی را برای دانه‌های شکر بعدی به شما ارائه می‌دهد. بالاخره متوجه خواهید شد که این روند و ذهنیت هوشیار و کارآفرینانه حاصل از آن به حرکت خود ادامه می‌دهد و شتاب می‌گیرد. حتی ممکن است با رسیدن به هدف دیگر هیچ دانه شکری باقی نمانده باشد. بوکلیت شماره 8. ترک کردن شغل به روش صحیح می‌تواند در آینده فرصت‌هایی را ایجاد کند. بیل، یکی از مشتریان جونز، بعد از دریافت پاداش پایان خدمت اندکی از شرکت حقوقی که در آن کار می‌کرد تعدیل شد. گروهی که او عضوی از آن بود شرکت را ترک کرده و مشتریانشان را با خود برده بودند. در آشفتگی حاصل از این اتفاق بیل اخراج شد. بیل شوکه و عصبانی بود، اما کمی وقت گذاشت و سعی کرد مسائل را واقع بینانه تر ببیند. او همکاران خارج از گروه قبلی خود را به خوبی نمی شناخت، بنابراین احتمالاً بیشتر آنها او را تنها به عنوان کسی که اخراج شده بود به یاد می آوردند. او که مصمم بود این نگرش را تغییر دهد، با مدیران و کارکنان شرکت تماس گرفت و راهی پیدا کرد تا بتواند بدون دورویی و دروغ از هر کاری که آنها برایش انجام داده بودند تشکر کند. کارهایی مانند آموزش‌هایی که به او داده شده بود یا تلاش همکارانش برای حفظ یک جو کاری مثبت و صمیمانه. پس از این کار بیل تمام تلاشش را برای حفظ ارتباط با آنها به کار بست. این کار جونز باعث شد نگرشی که پس از رفتن او در موردش شکل گرفته بود تغییر کند و اثر این کار آنقدر زیاد بود که مدتی بعد دوباره او را استخدام کردند. به جا گذاشتن یک خاطره خوب از خود هنگام ترک یک موقعیت شغلی کاری است که هر کسی از عهده انجام آن برمی‌آید و این کار نوعی تغییر سریع در وضعیت دشوار است که از جمله رفتارهای یک مدیرعامل موفق محسوب می شود. یادگیری این کار با چند استراتژی ساده شروع می شود. بلافاصله بعد از پیدا کردن یک فرصت شغلی جدید، این موضوع را به رئیستان اطلاع دهید. شاید گفتن این خبر برای شما و شنیدن آن برای مدیرتان سخت باشد، اما بهتر است قبل از اینکه این موضوع را از دیگران بشنود، خودتان با او صحبت کنید. بهتر است حداقل 1 ماه یا 2 هفته زودتر از زمانی که می‌خواهید شغلتان را ترک کنید، این موضوع را اطلاع دهید. پس از صحبت کردن با مدیرتان یک نامه استعفای بسیار کوتاه بنویسید و 1 هفته قبل از ترک محل کارتان به مدیر بدهید. موقع ترک محل کارتان بیش از حد صریح نباشید. بسیاری از افراد هنگام خداحافظی دوست دارند هر آن چیزی که در فکرشان بوده است و بنا به دلایلی امکان مطرح کردن آن را نداشته‌اند به زبان بیاورند، اما باید توجه داشت که در نهایت باید همه چیز را با یادآوری خوبی‌ها و نکات مثبت خاتمه دهیم. حتی در مصاحبه خروج از سازمان هم بهتر است در مورد حرف‌هایی که به زبان می‌آورید دقیق و محتاط باشید، چرا که نمی‌توان مطمئن بود این حرف‌ها پخش نمی‌شود. زمانی که موقع رفتن فرا می‌رسد، همه چیز را به خوبی جمع‌بندی کنید. وسایل، فایل‌ها، دفاتر و غیره را مرتب کنید. کارها را به پایان برسانید یا آنها را تا حد امکان به اتمام نزدیک کنید. یادداشت‌های دقیقی بگذارید که به جانشین شما یا همکارانتان کمک کند مسئولیت‌های شما را بر عهده بگیرند. برای تشکر از دیگران و همکارانتان وقت بگذارید. کسانی که به شما کمک کردند یا در موفقیتتان نقش داشتند را در نظر بگیرید.
رفتنتان را اطلاع دهید و به آنها بگویید که چقدر از آنها ممنون هستید. تا حد امکان صادق و دقیق باشید. سرانجام امکان برقراری ارتباط با خودتان را برای همکارانتان فراهم کنید. اطمینان حاصل کنید که اطلاعات تماس شما در دسترس همکارانتان قرار دارد. اگر می‌خواهید در آینده با مردم در ارتباط باشید، تحقق آن را به شانس واگذار نکنید. در دوره‌ای که تغییر شغل به کرات اتفاق می‌افتد، دانستن اینکه چگونه خداحافظی کنیم و خاطره خوشی از خود به جا بگذاریم یک مهارت بسیار مهم است. یکی از مهمترین بخش‌های تغییر شغل صحیح این است که به گونه‌ای با همکاران قدیمی خود خداحافظی کنید که احساس کنند هنوز برای شما حائز اهمیت هستند. در این کتاب نویسنده در پی آن است که در دنیای پر از تحول امروز نحوه مدیریت تغییرات شغلی و مواجهه با چالش‌های محل کار را به مخاطب بیاموزد. این کتاب یک راهنمای عملی برای خوانندگان است و سعی می‌کند به صورت کاملا گام به گام آنها را در بحران‌های شغلی یاری کند. مهمترین مطالبی که در خلاصه کتاب مانند یک کارآفرین فکر کن، مانند یک مدیر عمل کن آموختیم عبارتند از: در شروع کار خود در یک محیط جدید به یک برنامه‌ریزی قوی نیاز دارید. باید اهداف سازمانی خود را تعیین کنید و 4 تا 6 هفته سخت تلاش کنید تا بتوانید توانایی‌های خود را نشان دهید. برای داشتن ذهنیت کارآفرینانه رعایت چند اصل ضروری است. هدف اصلی خود را بشناسید و برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی کنید. اصول پایه‌ای کسب و کارتان را درک کنید. بر روی مشتریان متمرکز شوید و نیازهای آنها را بشناسید. از شکست نترسید، چرا که صمیمی‌ترین دوست یک کارآفرین است. طرد شدن و احساسات ناخوشایند پس از آن مانند ناامیدی یا عصبانیت کاملا طبیعی است. سعی کنید راه‌های مواجهه با آن را بیابید. احساسات خود را به رسمیت بشناسید. احساساتتان را روی کاغذ بیاورید. دفتر شکرگزاری داشته باشید و هر روز چند دقیقه را به قدردانی از داشته‌هایتان اختصاص دهید. وقتی از محل کارتان اخراج شدید، سعی کنید خاطره خوبی از خود به جا بگذارید. داشتن ساختار ذهنی مدیریتی باعث پایداری در اوج تغییرات می شود. برای اینکه ثبات خود را حفظ کنید، نکات زیر برایتان مفید خواهد بود. بدانید که تغییرات فقط برای شما و در حوزه کاری شما اتفاق نمی افتد و همه را تحت تأثیر قرار می دهد. با برقراری تعادل و توازن سعی کنید در بخش‌های دیگر زندگیتان نیز به تعادل برسید. فشار مالی را کاهش دهید و در مورد مخارج کلان محتاطانه تصمیم بگیرید. در برابر تعریف و تمجیدها مقاومت نکنید و کار خود را کم ارزش جلوه ندهید. سعی کنید با جملات مؤدبانه تعریف را بپذیرید و در عین حال خوشحالی خود را نیز نشان دهید. برای اینکه بار دیگر شغلتان را دوست داشته باشید، لازم است از فرسودگی شغلی اجتناب کنید و به خودتان استراحت بدهید. سعی کنید در شغلتان ابتکار عمل داشته باشید و چیزهای جدیدی یاد بگیرید. همواره در مورد وضعیت مالی خود سنجیده عمل کنید. اگر می‌خواهید شغلتان را تغییر دهید، از اصل دانه شکر کمک بگیرید. تغییرات را آهسته و پیوسته در دراز مدت انجام دهید. اگر ترک شغل را به روشی صحیح انجام دهید، می‌تواند در آینده فرصت‌هایی را برای شما به ارمغان بیاورد. قبل از ترک محل کارتان حتما به مدیرتان اطلاع دهید. کارهایتان را نیمه تمام رها نکنید. اطلاعات تماس خود را در اختیار همکارانتان قرار دهید و سعی کنید با خاطره خوب و با تشکر و قدردانی از همکارانتان جدا شوید.